قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته آینده درباره افغانستان نشست برگزار کند. این شورا اعلام کرده است که این نشست دوشنبه هفته آینده از 6 هود تا 15 عمل سال نو خورشیدی در مقر سازمان ملل متحد در ژنوا برگزار شود. در بیانیه‌ای که از سوی حقوق بشر سازمان ملل متحد به نشر رسیده است، آمده است که 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 24 فوریه تا 4 اپریل سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان و جهان عنوان شده است. شورای حقوق بشر پس از تسلط طالبان بر افغانستان چندین نشست در مورد این کشور برگزار کرده و نسبت به وضعیت حقوق بشری در این کشور همواره ابراز نگرانی کرده است. طالبان با به دست گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان ارزش‌های حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنان را در این کشور پیوسته نقض کرده و محدودیت‌های گسترده بر زندگی مردم وضع کرده است. در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که قرار است در این نشست ریچارد بند، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل برای افغانستان، روز جمعه 2 هود سخنرانی کند. بر اساس بیانیه این شورا در این نشست نمایندگان بیش از 100 کشور حضور خواهند داشت و مراسم افتتاحیه آن نیز با سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز می گردد.